90. وقتی رمزو میدی جلوی چشم خودت میتونن کارتتو کپی کنن ولی تو نفهمی. روی این میز بیش از 200 کارت میبینید که همه از مشتری ها کپی کردن و میبینید روش رمزاشون هم نوشتن. مثلا 2097 رمز کارتی که از مشتری کپی کردن 2097 به راحتی میتونستن ازش خرید انجام بدن. شیوهش هم این شکلیه که با این دستگاه کپی کارت انجام میشه و با این دستگاه در واقع اطلاعات توی کارت پیست میشه و به یک نرم افزار توی گوشی منتقل میشه. جاهایی که کارت ها رو کپی کردن دکه روزنامه فروشی هست، رستوران هست، پارکینگ و کارواش. من متاسفانه کارتمو چون نداشتم از اون کارت ذخیره‌ام استفاده کردم. کارتی بودی که 6 ماه پاش کار نمی‌کردم. چرا کارت ذخیرتون رو استفاده کردید؟ خب تجربه شد دیگه، اشتباه کردیم، نمیدونستیم اینجوری کپی کارت هست. این متهمان میگشتن توی دیوار و شیپور هر کاری که دستمزد کمتری داشته رو پیدا میکردن و به عنوان صندوقدار وارد اون صنف میشدن. یه کبابی رفتم کارت کپی کردم که ازش کبابی چیکار میکردین؟ صندوقدار بودم. 4-5 سیخ کباب شد 30 میلیون. نمیدونم چجوری حساب کردن. من از دکه آب معدنی گرفتم. 20 میلیون تومان داد. من کار کپی نبودم، من کار رایت کارت بودم. رمزو از کی میگرفتی؟ کسی که کپی میزده کارتو. اون از کی میگرفت رمزا رو؟ از مشتری. همه شما هم رمزا رو خودتون دادین؟ یعنی بهتون گفتن رمز؟ بله. تولد چند شما؟ 84. 84. تولد چندی؟ 80. کارتشون رو در اختیار دیگران قرار ندن، در اختیار فروشنده قرار ندن، به هیچ وجه رمزشون رو اعلام نکنن و کارت خریدهای روزمرهشون از کارت پسندازشون مجزا باشه. شهروندانی که در سراسر کشور با این شیوه ازشون کلاهبرداری شده میتونن به پلیس فتای محل زندگیشون مراجعه کنن و شکایاتشون رو ثبت